اینکه چرا یه قطره آب انجیر میتونه بالای $1000 فروش بره، اول شبیه کلاهبرداری به نظر میاد، نه، ولی این واقعی و برای بیشتر آدما مثل گنجیه که وزنش انجیر برای خیلیای میوه ارزونه، هر پوندش فقط چند دلار قیمت داره و بعضی وقتا هم قبل از اینکه خورده بشه میپوسه. اما بعضی کشاورزا دنبال خود میوه نیستن، اونا دنبال اون مایع با ارزش طلایین که داخلش. یه انجیر نیمه رس رو میبری، شیره غلیظ و پرمایه آروم رو میزنه بیرون، هر قطعه باید با دقت جمع بشه، اونم سرگا تا از اکسید شدن جلوگیری کنه. تنها فقط چند قطره در روز تولید میکنه، برای جمع کردن حتی کسری از یه اونس شیره صدها درخت لازم. کامل میرسه کیفیت شیره به طور شدید پایین میاد، برای همین کشاورزا خیلی وقتا خود میوه رو قربانی میکنن و فقط توی بهترین لحظه برداشتش میکنن، همون وقتی که شیره تو اوج کیفیت. انجیری که توی بازار میبینی در واقع فقط محصول جانبی، چیزی که یه زمانی برای انجیر چند سنت بیشتر نمیارزید حالا تبدیل میشه به یه طلای مایع که گرمی فروخته میشه. تصور کن اگه میشد با این سودا کار کرد، تو حیات خلوتت یه درخت انجیر نمیکاشتی؟